برای بهرام گور افسانه‌های زیادی ساخته شده که به مرور زمان بر دهان‌ها افتاده. در این میان میتوان مشهورترین آنها را سفر ناشناس او به هند، سفرهای جنگی به یمن و سودان، مجالس شکار و داستانها و ضیافت‌های عاشقانه بهرام و همچنین رفتار نیکو او با مردمان دانست. در نوشته‌های مورخین دوره اسلامی چنین آمده که بهرام پس از رسیدن به آسودگی در فرمانروایی زمام کشور را به وزیر خود سپرد و برای آشنایی با هند روی به این سرزمین گذاشت و جز وزیر را کسی از برنامه خود آگاه نکرد. بهرام در هندوستان به سبب دلاوری و در افتادن با ددان به شهرت و بلند آوازگی رسید و با از پا درآوردن فیلی که راه مردمان را میبست و با آنها آسیب میرساند مشهور گردید. شاه هند با شنیدن اخبار او را نزد خود خواند و از کار و پیشه‌اش پرسید. بهرام گفت که چون بهرام شاه ایران به سعایت بداندیشان به او سخت گرفته روی به هند آورده. در این هنگام شاه هند دشمنی داشته که از او در هراس بود و میخواست به او باج دهد. بهرام شاه را به جنگ با دشمن برانگیخت و در نبردی که روی داد بهرام دشمن شاه هند را مغلوب ساخت. شاه دخترش را به همسری بهرام درآورد و خواست تا او را ولیعهد خود کند. بهرام راز خود را فاش کرد و از شاه هند تنها این را خواست که شهرهایی را که از ایران در تصرف دارد به او بازگرداند و اندکی خراج سالانه به دیوان او بفرستد. شاه هند پذیرفت و بهرام پس از 2 سال دوری از ایران با دختر شاه و گنجینه‌های زیادی از هند به ایران بازگشت. واقعیت اینه در حالی که افسانه‌های در پیوند با بهرام بخشی از شخصیت او را فاش می‌کنند، بخش دیگر را چنان ماهرانه در خود می‌پیچند که رسیدن به حقیقت غیر ممکن می‌شود. با همین افسانه‌هاست که شخصیت او از تاریخ به شعر و هنر ایرانی وارد شده و فردوسی و نظامی جا به جا با آفریدن مجالس شکار هنر بهرام را ستودند.